بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم، وقت شما بخیر بینندگان عزیز، همراهان ارجمند شبکه قرآن و معارف سیما. شما که اهالی یاد خدا هستید، الهی که همواره موفق باشیم به ذکر خدا و یاد خدا و اینکه در آنات و لحظات و تک تک آنچه که بر ما میگذرد یاد خداوند سبحان باشیم و خدا رو در نظر بگیریم در افعالمون، در گفتارمون، در آنچه که انجام میدیم. ما کماکان در سامرا هستیم، در کنار مسجد شریف و نورانی و متبرک حضرات معصومی که در سامرا مدفون هستند، امامین عسکریین، و در خانه پدری امام زمان روحی فداه. و جای شما رو خالی میکنیم. اینجا جایی است که محل تولد امام زمان علیه السلامه، جایی است که حضرت حجت علیه السلام اوان کودکی خودشون رو در همین فضای متبرک و نورانی که خانه پدر و پدر بزرگوارشون بود سپری کردند و همینجا بود که حضرت غیبت صغرای خودشون رو آغاز کردند. لذا فضای ویژه و معطری است که جای شما رو خالی میکنیم. الهی که خدا روزتون کنه اینجا حضور پیدا بکنید. گویین که الانی که دارم با شما صحبت میکنم بسیاری از زائران اربعین سید الشهدا علیه السلام فوج خودشون رو به سامرا میرسونند برای زیارت امامین عسکریین. اما به هر حال هر آنچه که آدم وقت بگذاره در این مسیر و حضور پیدا بکنه در خانه پدری امام زمان علیه السلام، تک تک لحظاتش خاطر انگیز و ارزشمند انشاءالله. دعوت میکنم همراه ما باشید، یاد خدا رو نگاه بکنید در این فضای ویژه و معطر. و دعوت کردیم از یکی از ذاکرین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، برادر ارجمندم حاجی تهرانی که خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید آقا، قبول بشه ان شاء الله. من حضرت علی هستم. خداوند متعال ان شاء الله قسمت و روزی همه عزیزان بکنه، زیارت قبور شریف امامین عسکریین رو در خدمتتون هستم. سلامت باشید، بزرگوارید. البته ما چون دو امام معصوم رو در سامرا داریم، وجود نازنین امام هادی علیه السلام و وجود پربرکت امام حسن عسکری علیه السلام، پدر بزرگ و پدر حضرت حجت علیه السلام، هر کدام از این معصومین زیارت مختصه جداگانه ای دارند که مفصل هم هست. اما یک زیارت مختصر داریم که در واقع با اون زیارت مختصر هر دو وجود زیجود و پربرکت رو زیارت میکنیم که عموما در ورودی های صحن متبرک سامرا نصب شده و اونهایی که فرصتشون محدود هست، کمتر هست، با این زیارت مختصر حضرات مدفون در سامرا رو زیارت میکنن. ما گفتیم که زحمت بدیم به حاجی تهرانی با این زیارت مختصر خلاصه دم بگیریم، ادای احترام بکنیم به ساحت نورانی امامین عسکریین. شما هم همراه ما باشید. الهی که بیایید اینجا توی صحن سامرا قرار بگیرید. این ورودی و بعد از اینکه اذن دخول رو خوندید، با این زیارتنامه کوتاه دو امام بزرگوار مدفون در سامرا رو زیارت بکنید. بعد وقتی تشریف آوردید یادتون افتاد این صحنه و این لحظه یادمو هم بکنید و دعامون بکنید. آقا در خدمتیم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نیابت از همه گذشتگان ذوی الحقوق، شهدا خاصه شهدای مدافع حرم، خاصه سردار سرفراز حاج قاسم سلیمانی که خیلی سهم بسزایی در این مکان مقدس دارن. بله. خدا رو بهشون شاد کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ولی الله، السلام علیکم یا حجت الله، السلام علیکم یا نور الله فی ظلمات الارض، السلام علیکم یا من بدا لله فی شأنکم، اتیتکما زائرا و عارفا بحقکما، معادیا لاعدائکما، موالیا لاولیائکما، مؤمنا بما آمنتما به، کافرا بما کفرتما به، محققا لما حققتما،
مبطلا لما أبطلتم. أسأل الله ربي وربكم أن يجعل حظي من زيارتكم الصلاة على محمد وآله، وأن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكم الصالحين، وأسأله أن يعتق رغبتي من النار، ويرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما، ويعرف بيني وبينكما، ولا يسلبني حبكما وحب آبائكما الصالحين، وألا يجعله آخر العهد من زيارتكما، ويحشرني معكما في الجنة برحمته. اللهم ارزقني حبهما وتوفني على ملتهما. اللهم لعن ظالمي آل محمد حقهم وانتقم منهم. اللهم لعن الأولين منهم والآخرين، وضاعف عليهم العذاب، وأبلغ بهم وبأشياعهم ومحبيهم ومتبعين أسفل درك من الجحيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل فرج وليك وابن وليك، واجعل فرجنا مع فرج يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ای صاحب عزا، تو به این روضای ما یا صاحب الزمان اجرک الله یا بقیت الله ایام 40 آقا جزو زائران 40 حتما یا صاحب الزمان. ای صاحب عزا، تو به این روضه های ما می آیی و بدون صدا گریه می کنی. گاهی نجف مدینه گهی کربلا و گاه در مشهد الرضا سامرا گریه می کنی. بر کشته فداد به آمون کربلا، بر داغ سید الشهدا گریه می کنی. مولای من، خود شما فرمودی لأندبنک صباحا و مساء یا جدا ولأبکین بکاء بدل الدموع دما. آقای من، مولای من، این روزها به حال دل زینب اسیر
در ماجرای شام بلا گریه می کنی، بر رأس‌های رفته به بالای نیزه ها با خیزران تشت طلا گریه می کنی. حالا دوباره چشم تو را خون گرفته است، با قصه های آل عبا گریه می کنی. السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان، یا بقیت الله آجرک الله، یا مولانا و صاحبنا و رحمت الله و برکاته. ممنونم آقا، نفس شما گرم، لذت بردیم، بهره مند شدیم. الهی که سامرا روزی ما بشه مجدد با هم دیگه به اتفاق عاشقان و دلدادگان و بینندگانمون. شما برام بخونید این زوار خلاصه همه با هم دیگه حظ ببرن. دم شما گرم، زنده باشید. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما. خدا رو شکر میکنم که میهمان این برنامه بسیار زیبا و بسیار پر زحمت، چون من واقعا دیدم تو این ایام چقدر زحمت کشیدن تمام عوامل. خدا ان شاءالله به همه‌شون شما اجر سلامت باشید. این رفقایی که اینجا هستن، چون اونهایی که مقابل دوربین قرار میگیرن که بنده حقیر هستم و بالاخره عزیزانی که خدمت شما هستن، چه عزیزانی که پشت این دوربین ها هستند، همه دلی دارن کار میکنن، همه با زحمت تو این هوای گرم با مرارت هایی که وجود داره و همه هم حاجتمندن، همه با گیر و گرفتی هستند. اینجا کسی نیست که اینجا از سر بینیازی آمده باشه، همه عرض التجا و نیاز خودشون رو عرضه می‌دارن و همه به عشق خدمت کردن به شما مردم خوب و عزیزمون اینجا هستن. انشالله که خداوند قبول بکنه و انشالله همه شما عزیزان، به شما بینندگان عرض میکنم، همه حاجت روا باشید و باشیم انشالله. یه بخشی رو با هم دیگه ببینیم، برگردیم با یاد خدا کماکان پیش روتون. خب قبول باشه از همه شما، ما تو این فضای ویژه و در کنار حرم شریف متبرک امامین عسکریین به یاد شما هستیم، نایب الزیاره شما هستیم. انشالله خداوند مکرر روزیتون بکنه، زیارت عتبات رو به جای بیارید و زیارت اربعین سید السالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام. با جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی چهره نما پیش روتون هستیم، بهشون سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر آقا، قبول باشه زیارت شما. رحمت الله. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان محترم برنامه صمیمی یاد خدا و برای همهشون آرزوی موفقیت دارم. سلامت باشید، خیلی خوش آمدید. خب ما در زمان سال 61 هجری رو وقتی مرور میکنیم ببینیم حضرت امام حسین علیه السلام مسیر و مقصدشون مشخص بود، به سمت کوفه داشتن حرکت میکردن بنا به دعوت پرحجمی که اهالی کوفه کرده بودند و در همین مدت کوتاهی که حضرت در واقع خارج میشن به سمت کوفه حرکت میکنن، گویی که اتفاقاتی میفته و مردم اون تصمیمی که گرفته بودن و دعوتی که کرده بودن رو پس میگیرن. خب یه بخشی از این ماجرا ممکنه فردی بوده باشه و یه درصد خیلی قلیلی رو باید بپذیریم، بگیم ما مثلا بعضی از افراد پشیمون شدن، اما به نظر میرسه که گویا تشکیلات حکومتی بر این مسئله اشراف پیدا کرد و تأکید داشت که مردم رو منصرف کنه از این اتفاق. و حالا به نظرم میشه پرداخت به این ماجرا که چقدر این مردم در این تصمیم گیری مقصر بودن یا چقدر حکومت نقش داشت، اونها از ترس جان خودشون این کار رو انجام دادن یا مواردی از این دست. ببینید ما وقتی که نگاه میکنیم به شرایط اجتماعی حاکم بر دوران ابا عبدالله الحسین،
میبینیم که در اون دوره باورها طوری داره شکل میگیره که خیلی ها بر پایه اون باورهایی که شکل گرفته این کار بسیار غلط خودشون رو بعضا ثواب میدونستن و بعضا توجیه میکردن. وجود نازنین امام سجاد سلام الله علیه یه وقتی عبیدالله ابن عباس فرزند وجود نازنین ابوالفضل عباس سلام الله علیه رو دیدن، حضرت ایشون رو دید، شروع کردن گریه کردن. فهمیدن که 3 روز بر جدم رسول الله خیلی سخت گذشت. یکی از اون 3 روز احد بود که حمزه سید الشهدا در اون روز به شهادت رسید و بر رسول خدا خیلی سخت گذشت. یکی از اون روزها روز موته بود که جعفر برادر امیرالمؤمنین در اون به شهادت رسید و قلب رسول خدا جریحه دار شد. بعد حضرت فرمودن که اما 3مین روزی که بر رسول خدا بسیار سخت و سنگین گذشت و از مصیبت اون از همه این روزها بالاتره، حادثه روز عاشوراست، حادثه‌ای که برای ابا عبدالله به وجود اومد. بعد یه عبارتی حضرت داره، محور بحث من اینجاست. حضرت فرمودن در اون روز 30,000 نفر پدرم رو محاصره کردن و شمشیرها رو بر علیه کشیدن، کل یتقربون الی الله تعالی بدمه. همه اینها با این شمشیری که کشیدن در مقابل پدرم ابا عبدالله الحسین سید الشهدا، همه اینها از خدا تمنا کردن که خدا این عبادت رو قبول بکنه از اونها، برای خدا این کارو کردن. این خیلی عجیبه. چی میشه یه جامعه‌ای باورش به این نقطه میرسه که اگر در مقابل ابا عبدالله الحسین اومده الان ایستاده داره یک عبادت رو خلق میکنه؟ خیلی عجیبه. من گزارشاتی رو وقتی نگاه میکنم میدیدم که بعضی از افرادی که در سپاه ابن سعد هستن، فکر میکنم عمرو ابن حجاج باشه، که وقتی میخواست تهییج بکنه سپاهیان رو بر علیه ابا عبدالله الحسین، دائما به اونها میگفتش که اصلا به خودتون شک راه ندید ها، فی قتل من مرق من الدین و خالف امام المسلمین، لا ترتابوا فی قتل من مرق من الدین و خالف امام المسلمین. اصلا تو خودتون به خودتون شک راه ندید در قتال با کسی که از دین خارج شده و در مقابل امام ایستاده، در مقابل خلیفه ایستاده. خب چرا مردم یه دفعه این حرف رو پذیرفتن؟ یه عقبه داره. یعنی پیشتر اون دستگاه طاغوت برای اینکه بخواد استیلای خودش رو برای این مردم مستقر بکنه، باورسازی کرده، جریان سازی کرده، فکر ایجاد کرده، خلق روایت کرده، کاملا کارهایی رو کرده که وقتی اینجا میشینه اون فرمانده اونها شروع میکنه به مردم این رو گفتن، این مردم این رو میپذیرن، این کلام رو در مقابل ابا عبدالله میستن. عمر سعد وقتی میخواد مردم رو تهییج بکنه که حمله بکنن به سوی ابا عبدالله الحسین، اونجا میگه که ارکبو، سوار بر این اسبهاتون بشید، ارکبی و بالجنت ابشری، میگه سوار بر این اسبهاتون بشید، من شما رو بشارت میدم به سمت بهشت، که شما وقتی دارید میرید همتون در این قتال کشته هم بشید، به سمت بهشت میرید. این صحنه هایی که گاهی اوقات در همین اخیر در این جریان های سلفی ما میدیدیم، خب خیلیشون وقتی می اومدن و خودش رو انتحاری منفجر میکرد. خب شما ببینید یه کسی راحت از جانش دست نمیکشه. اگر داره این کار رو میکنه یعنی یک باور برای او شکل گرفته که این کار حتما کار ثواب و مطلوبیه. قربتاً الی الله، قطعاً قربتاً الی الله داره این بچه ها رو تکه تکه میکنه. بعضی از صحنه ها خیلی تکان دهنده است. شما در سوریه اون صحنه ای که یک ماشینی میاد بچه هایی رو دعوت میکنه که بیاید مثلا خوراکی بهتون بدم، 100 تا 200 تا بچه کودک شیعی جمع میشن دور اون تو اون اردوگاه که یه مقداری مثلا خوراکی از اینها بگیرن، بعد یه دفعه اون رو منفجر میکنن و شاید بیش از 100 خورده ای کودک اونجا فقط متلاشی میشه.
فارغ از این که بله ممکنه کسانی این کارو کرده باشن، گاهی اوقات این صحنه ها رو از کسانی میبینیم که خودشون رو دارن منفجر میکنن. چرا داره این کار رو میکنه؟ باوری برای او ایجاد شده که این کار میتونه برای اون تقرب ایجاد بکنه. شناخت این باورها و زمینه این باورها خیلی مهمه. چه انحرافی در امت ایجاد شد که امروز کسی با کشتار مسلمین فکر میکنه در میانه جنت قرار میگیره. همین اتفاق در دوره ابا عبدالله داره رقم میخوره. یعنی اونجا بشارت داره میده به بهشت، میگه برید سید جوانان اهل بهشت رو بکشید، بشارت میدم به بهشت. چرا این اتفاق میفته؟ و اونها هم راضی میشن و همراهی میکنن. راضی میشن، همراه میشن. امام سجاد چی میفرماد؟ کلا یتقربون الی الله تعالی بدمه. همه اینها در این همراهی که کردن با این جریان باطل دنبال تقرب الهی بودن. این خیلی عجیبه. اگر معصوم نمیگفت من جرئت نمیکردم این حرف رو بزنم. اگر امام سجاد نمیفرمود من جرئت نمیکردم اینطور برداشت بکنم. حالا باید بیام ببینیم چه اتفاقی افتاد که اونها اینطور در مقابل ولی خدا صف کشی کردن. ببینید یکی از کارهایی که جریان طاغوت انجام میده برای اینکه بتونه به اون مطامع باطل خودش برسه، یکی از اون راههایی که در پیش میگیره اینه که جریان طاغوت اصلاً برای خودش، برای رسیدن به اون مقصودش مانعی در مقابل خودش نمیبینه. اینو یادمون باشه به عنوان یک اصل اولی. اصلاً خودش رو ملتزم نمیبینه که در حوزه اخلاق حرکت بکنه، اصول انسانی رو رعایت بکنه، پایبند به تعهدها باشه، با صداقت با مردم برخورد بکنه. خیلی راحت طاغوت‌ها با شما قراردادی میبندن، خیلی راحت پاره میکنن اون قراردادها رو. این چیزهایی که میگم صحنه‌هایی رو برای ما داره تداعی میکنه. ما خیلی راحت اینها رو دیدیم. جریان‌های طاغوتی که در عالم، همین در عصر ما، پیمان با شما میبنده، اصلا خودش رو ملتزم نمیبینه به تعهدش پایبند باشه، خیلی راحت پاره میکنه، میگه امروز من از موضع سلطه میخوام با تو صحبت بکنم. جریان‌های طاغوت اینطوری هستند. شما ببینید اتفاقا در انتخاب امیرالمؤمنین نوع انتخاب به گونه‌ایه که سابقه نداشته در گذشته. در گذشته شما در مورد خلیفه اول که نگاه میکنید در سقیفه با انتخاب چند نفر معدود از صحابه رسول خدا، اصلا اجماعی در کار نبوده ها. چند نفر معدود از صحابه رسول خدا اومدن دست بیعت دادن. حالا در مورد این اگر فرصتی باشه من از طبری و کتاب‌های دیگه نکاتی رو میگم که ببینید شما چطوری از بقیه بیعت گرفتن از مردم، به راحتی مردم بیعت نکردن. این در مورد خلیفه اوله که بعضیا میگن اجماع در مورد بود که با خلیفه اول همه بیعت کردن. اصلا اینطوری نبوده. در طول تاریخ بسیاری از صحابه رسول خدا با ایشون بیعت نکردند، بسیاری با تأخیر، بنی هاشم با تأخیر بسیار زیادی بیعت کردند، اون هم با فشار بسیار زیادی که بر اونها اومد. خب این بگذاریم. در مورد خلیفه دوم انتخابشون رو خب شما دیدید، به توصیه خلیفه اوله. در مورد خلیفه سوم یک شورای 6 نفره میان انتخاب میکنن، به خلاف امیرالمؤمنین. در مورد امیرالمؤمنین هجوم مردم به حدیه که امیرالمؤمنین زیر دست و پا میخوان مردم لهش بکنن، اینقدر ریختن، فشار رو امیرالمؤمنین میارن. و جالب اینجاست که امیرالمؤمنین باز پس میزنن. حضرت میفرماد که من برای شما وزیر باشم خیلی بهتر از اینکه امیر باشم و دلیلش رو خواهم گفت. چرا حضرت این حرف رو زدن؟ این نکته خیلی مهمیه که انشالله در جلسات بعد توفیق اگر باشه این رو عرض میکنم. چرا امیرالمؤمنین این بستر آماده نبود برای پذیرش خلافت؟ حالا عرض میکنم. مردم از اون سازوکار قبلی به سطوح آمده بودند و مشتاقانه آمدن سراغ امیرالمؤمنین، اما اون زیر ساخته فراهم نبود. اما ذائقه مردم در طول 25 سال خیلی عوض شده بود. این ذائقه رو باید اینجا یواش یواش با شما بیام جلو، به شما بگم چطوری ذائقه امت تغییر کرده بود. دیگه پذیرای عدالت علوی نبود جامعه. ممکنه سطوح پایین جامعه میپذیرفتن که همینطورم بود، اما اشراف، سیاستمداران، بزرگان صحابه قبول نمیکردن، نمیپذیرفتن. خب مردم شام قلبشون با امیرالمؤمنینه،
مشکلی هم ندارن به عنوان خلیفه منتخب امت که چنان هجومی آوردن که در دوره‌های قبل سابقه نداره. پس تا اینجا مشکلی ندارن. گفت ببین اینا مردم نمیپذیرن. امراض گفت مردم که نمیپذیرن به راحتی. گفت چه کار بکنیم؟ گفت طرحش رو من میدونم. این طرح یه مقداری توضیح میخواد. اجازه بدید من برای توضیح این مطلب یک مقدماتی باید فراهم بکنم. بریم تو بخش بعدی. در بخش بعدی من این بحث رو شروع میکنم مفصل در موردش. خیلی عالی. آره این اتفاقی که درسته که در اون زمان رقم خورد، اما در زمان فعلی ما هم داره تکرار میشه. هر آینه این بوقهای استکباری، بوقهای تبلیغاتی صهیونیستی میان ذائقه مردم رو تغییر میدن. مردم بین تشخیص راه درست و غلط دچار ابهام میشن و گاهی از اوقات تصور میکنن که اتفاقا کار درستی دارن انجام میدن، در خلاف آنچه که خدمت شما عرض بکنم که دارن انجام میدن و آن چیزی رو که دارن بر خلاف جهت حق و حق خواهی پیش میرن. اما چون اون ذائقه تغییر کرده، چون اون بوقهای تبلیغاتی و رسانه‌ای در دست دشمن بوده، افراد راه رو به غلط دارن در واقع طی میکنن. اصلا رسانه ها کارشون اقناع اندیشه مردمه. هر رسانه‌ای، من این رو به شما بگم، هر جریانی که تونست اقناع ایجاد بکنه برای مردم، اگر جریان باطل تونست با رسانه خودش قانع بکنه مردم رو به این که من این حرفی که دارم میزنم حرف درستیه، عموم مردم اهل تحلیل های پیچیده نیستن، اهل تحقیق های عمیق نیستن، اهل این که بگیم یه خبری رسیده برن در منابعش ببینن، بپرسن، پرسجو کنن نیستن. بسیاری از مردم اینطوری نیستن، همون شنیده اکتفا میکنن. دقیقاً. شما در فضای رسانه ببینید امروز در این فضای پیام رسان ها یک خبر که میاد بلافاصله بازنشر داده میشه. میبینید که میگه آقا یه مقداری تحمل کن روش، آخه ببین اصلا درسته یا درست نیست، چرا انقدر ما راحت داریم. بعضیا بازی میکنن تو زمین دستگاه رسانه غرب، دستگاه رسانه طاغوت، خیلی راحت ما میشیم سرباز و پیاده روی اونها و شروع میکنیم بازنشر دادن یک خبر باطل در تمام جریانهای جامعه. میبینید اون کاری که اون میخواست بکنه رو خیلی راحت در اختیار من قرار میده، بدون تأمل و تفکر من شروع میکنم بازنشر کردن. کمک میکنم به اون جریان. حالا تو این وسط من نکته‌ای رو هم عرض بکنم. ببینید کوتاه بفرمایید که بله چون میخوام برگردیم، میخوام از این فرصت استفاده بکنم. هدف برای ما هیچ وقت وسیله رو توجیه نمیکنه. یادمون باشه اگر قرار گریه بکنیم برای ابا عبدالله الحسین که یک کار خیلی مقدسی یا خیلی فوق العاده است، قرار نیست به هر طریقی مردم گریه کنند. من گاهی اوقات به دوستانمون میگم حادثه کربلا مثل متن قرآن میمونه. اینقدر این حادثه دقیق طراحی شده توسط ولی خدا در عالم، اینقدر مهر چینی ها دقیقه، دست به هر بخشیش بزنی شروع کنی تغییر ایجاد کردن، کار رو خراب کردیم. ما قرار نیست به هر قیمتی گریه بکنیم. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، اما برای جریان طاغوت هدف وسیله رو توجیه میکنه. برای رسیدن به هدفش دست به هر نوع وسیله‌ای میزنه که این رو بیشتر توضیح خواهم. چون دیگه شاخصهای انسانی و اخلاقی و اینها رو بهش قائل نیست دیگه. به هر نحوی دنبال اینه که به هدفش برسه، حتی کودک کشی کنه، حتی حق افراد رو بخوره، حتی تمام سازوکارهایی که خودشون ساختند و برای دیگران به عنوان مثلا حقوق بشر تلقیش میکنن، همه اونها رو زیر پا میگذاره، اما به هدف خودش فقط فکر میکنه و دنبال رسیدن به اون. خیلی ممنونم. حالا تو بخش بعدی مفصل دربارش صحبت میکنیم. یه بخش کوتاهی رو میبینیم، برمیگردیم باهاتون همراه هستیم. آقا ارادت، سلام علیکم. مخلصم، سلامت باشید. سلامت باشید. ممنون. آقا این دستگاه خیلی باحاله. بله الحمدلله. یه توضیح رو بده، چند تا سیخ درست میکنین؟ حدود 6-7 هزار تا سیخ کباب میزنیم هر روز اینجا. بعد همونجوری که میبینید حالا بچه‌ها از صبح گوشتاری که چرخ میکنن آماده که میشه، خمیر گوشتمون که آماده میشه توی مخزن میریزیم. از توی مخزن هم دستگاه یه عملکردی داره، یه دستورات که داره که بهش میدیم استارت خطه. بعد از استارت خط دیگه الحمدلله روی قلتک میفته و گوشتا سیخ میشه و میاد اینجا. کلا تمام اتومات از این ریل میگذره، شعله رو میزون کردیم و از اون بعد
کباب پخته شده میاد. یعنی پختنش هم همینجا انجام بله، میشه؟ بله. بچه ببین اینجا ببینیم این چه اتفاقی میفته. ببین یعنی اینجا آتیشه همین ما پخته میشه سیخ میشه میاد توی ریل قرار میگیره. این بازش چه حرارتی. بعد اینجا میره دو طرف شعله وجود داره که دو طرف کباب میپزه. یه ریلیه که رفت و یه ریل برگشت. رفت یه طرف سیخ پخته میشه، برگشت هم طرف دیگه از اینجا به بعد کباب پخته شده، حرارت خورده، دو طرف پخته شده، میاد از اینجا خارج. خب آقا شما چند سالتونه چیکار میکنید توی ایران؟ من 42 سالمه، الحمدلله خدمت میکنم به امامزادگان خادم هستم، امامزاده موسی مبرق. خدا حفظت بکنه. خب اینم یه بخش دیگه از مجموعه گزارش هایی بود که ما خدمت شما داریم تقدیم میکنیم از حال هوای موکب هایی که دارن خدمت رسانی میکنن به زائران حضرت سید الشهدا علیه السلام که آمدن برای زیارت اربعین و اونهایی که مشرف شدن به کاظمین و سامرا و به زیارت حضرات معصوم امامین عسکریین خلاصه توفیق پیدا کردند حضور پیدا بکنند و ما جای شما رو اینجا خالی میکنیم. کماکان همراه شما هستیم و پیش روی شما و با جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی چهره نما بحثمون رو ادامه خواهیم داد انشالله. خب حاجا یه در واقع جمع‌بندی اصلی مطلب رو به این بخش منتقل کردید و موکول کردید که ما در خدمت شما هستیم. بله. عرض کردم که جریان‌های طاغوتی برای اینکه بخوان باورسازی بکنن ارزش هایی رو که برای اونها ارزش تلقی میشه به جامعه القا بکنن، حتی گاهی اوقات ضد ارزش هایی رو به عنوان ارزش و باور به جامعه به عنوان ارزش ارائه میکنن. اگه بخوان این کار رو انجام بدن نیاز یک بسترسازی داره، حتی با توجیهات غلط اگر خودش. ما بچه مذهبی ها در این جهاد تبیین کوتاهی بکنیم، تبیین درستی نداشته باشیم، اذهان مردم رو نتونیم اقناع بکنیم، جریان طاغوت به راحتی ذهن این مردم رو به دست میگیره، باورها رو به دست میگیره، با قانع کردن ذهن اونها عرصه رو میتونه تنگ بکنه برای دیگران. اینا راه افتادن. حالا ببینید یکی از کارهایی که میکردن چی بود؟ منزل به منزل و قریه به قریه و شهر به شهر شرحبیل حرکت میکرد، شروع میکرد بر علیه امیرالمؤمنین سخنرانی کردن. موقعیتی هم که داشت مردم باور میکردن. در تاریخ دیدم معاویه گروههایی رو قرار داده بود میرفتن قریه به قریه. نمونه میخوام به شما بگم چی کار میکردن. قریه به قریه میرفتن به مردم میگفتن که جمع بشید میخوام این نکته ای رو بگیم. مردم در دوره‌ای که رسول خدا بود شما این وقایع رو ندیده بودید، ما دیدیم. گفتن چی دیدید؟ میگفتن رسول خدا یه وقتی رفتن به تبوک، میخواستن برگردن از جنگ تبوک. همین که میخواستن برگردن یک گروهی از اصحاب رسول خدا قصد جانش رو کردن. تا اینجا درست دارن میگن ها. شیعه و سنی همه اتفاق دارن. همین اصحاب رسول خدایی که ما اونها رو به عدالت میشناسیم، ما که نه، جریان اهل سنت، ما برای بسیاری از اصحاب رسول خدا احترام والایی قائلیم. اما اعتراض ما اینه که همه اینطور نبودن. از جمله از اعتراضهای ما همینه که در واقعه تبوک یک گروهی از اصحاب رسول خدا که میشناخت رسول خدا اونها رو همراه بودن با رسول خدا، صحابی بودن، اینها تصمیم گرفتن رسول خدا رو به قتل برسونن. حتی صحیح مسلم و دیگران این روایت رو آوردن که اینا می‌خواستن بکشن رسول خدا رو. ما چجوری بگیم همه اصحاب رسول خدا عادل بودن؟ آخه نمیشه که این امیرالمومنین رو حتی نپذیرفته بودن. 240-50 سال امت به عنوان خلیفه رسول خدا. اینقدر این باورسازی بردش بلند بود و حالا انشالله عرض خواهم کرد در طول تاریخ چه اثر بلندی داشت این نوع باورسازی. این خیلی مهمه دیگه. یعنی واقعا اگر درست ما تبیین نکنیم اون جهاد تبیین که حضرت آقا دارن بهش تاکید می‌فرمایند، همیشه تاریخ همین بوده دیگه. این آنقدری مظلومیت علی بن ابی طالب علیه السلام بالا میره که قول مشهور اینه که وقتی به شهادت رسیدن گفتن که کجا، در مسجد گفتن مگه علی نماز میخونه؟ یعنی آنقدر چهره علی بن ابی طالب علیه السلام رو امیرالمؤمنین رو تخریب کرده بودند و بد گفته بودند از ایشون، مردم باورشون تغییر کرده بود دیگه در باره ایشون. اجازه نمیدادن مردم حقیقت رو بفهمن. در صفین یه وقتی یه جوانی بلند شد سوره عما یتساءلون رو میخوند، شمشیر میکشید میچرخوند.
اما یتساءلون عن النبأ العظیم، همجور میخوند آیات قرآن رو، با شجاعت هم میجنگید در سپاه معاویه بود. یکی از اصحاب رسول خدا هاشم مرغاله. هاشم مرغال امویه اما دلداده امیرالمؤمنینه. خیلی عجیبه ها، یک اموی دلداده امیرالمؤمنینه، فوق العاده است. هاشم دید این جوان انگار خیلی تحت تأثیر این تبلیغات قرار گرفته، اجازه نمیدادن مردم بفهمن. حالا این فضا خیلی زمان میخواد من توضیح اینا رو بدم، چندین جلسه بحث میخواد. در اونجا شما هاشم یه دفعه گفت جوان بیا اینجا، با چی داری میگی؟ آقا چرا تو داری اینجور شمشیر میکشی؟ گفت علی کافر، نماز نمیخونه، من برای علیه او اومدم اینجا ایستادم. گفت جوان صبر کن. بردش تو سپاه امیرالمؤمنین، گفت این شخصیت رو میبینی؟ اینجوری سله بسته رو این پیشونیش، از بس شب زنده داری کرده، میشناسیش؟ گفت نه. گفت این عمار یاسر. گفت ای عمار یاسر، شنیده بودم اینجا چه کار میکنه؟ اصلا باور نمیکرد اینجا باشن. یه دفعه گفت این شخصیت رو میبینی؟ سله بسته، از بس سجده کرده. این کیه؟ اویس قرنه. اویس قرن هم اینجا بوده؟ گفت بله اویس قرن هم اینجاست. یک به یک معرفی کرد. بعد گفت به شما بگم علی ابن ابی طالب امام و مقتدای این هاسا، چی داری میگی در مورد علی؟ عمرو بن العاص داره که وقتی دید این جوان یه دفعه داره منقلب میشه، فریاد زد از اونور سپاه، گفت خدعک العراقی، این عراقی داره تو رو فریبت میده، بیا برگرد به سمت ما. اون جوان فهمید فریب میخورده. جهاد تبیین اینجاست، تو کارزار حتی جهاد اثر داره. گفت ولاکن، اون جوان گفت ولاکن نصحنی، این داره منو نصیحت میکنه، شما منو فریب دادید. حالا عرض من اینه، جریان طاغوت برای رسیدن به اهداف خودش اصلاً در مقابل خودش مانعی نمیبینه. اتفاقاً یکی از کارهایی هم که میکنن، از تمام ظرفیت مهیج قوای شهوی، جنسی و امثال اینها هم برای رسیدن مقصودشون استفاده میکنن. خیلی ها تو این مسیر همراه میشن ها. اصلا فکر نکنیم که وقتی که جریان‌های همین امروز جریان رسانه‌ای غرب داره از این فضا استفاده میکنه مثلا مردم همراهی نمیکنن. اینطور نیست. قرآن در مورد توده انسان‌ها میفهمد قلیلا ما یشکرون، قلیلا ما یتفکرون، قلیلا ما یتذکرون. خیلی کمن، قلیلا ما یؤمنون. کمن مردمی که یه دفعه بخوام پا رو نفسشون بذارن، بگن حالا نگاه نکنیم این صحنه ها رو، نریم تو فلان صفحه پیج فلان شخصیت. خیلی کمن آدمایی که بخوام مقاومت بکنن. این نکته رو استکبار فهمیده. برای استثمار و استعمار از همین زاویه چقدر داره تو رسانه استفاده میکنه. بعضیا میگن چرا شما انقدر کمکاری میکنید؟ میگم نه کمکاری نیست. بله ممکنه ظرفیت های ما کم باشه، اما در نقطه مقابل اون جریان رسانه‌ای غرب چنان ساختار مهیجی رو ایجاد میکنه که اون نفس آدم ها همراهی میکنه باهاشون. نمیگذاره اصلا شما اون کسی که میخواد بشینه پای رسانه نمیتونه دیگه تکون بخوره، نفس اجازه نمیده از اونجا حرکت بکنه. انقدر زیورالات دنیا بهش آمیخته میکنن که فرد جذبش بشه. خب بخش زیادی از افراد هم بدون آگاهی، بدون توجه، بدون پیشینه ذهنی، به خاطر اون زرق و برق دنیویه میرن به سراغش دیگه و طبیعتا هر چی هم اون بگه اون وقت اثرگذار میشه. اثر میگذاره. محبت که اومد، این بحث ما در مورد محبت هم داریم تو این شبها. محبت وقتی ایجاد شد شما خیلی راحت میپذیری یک شخصیت رو. اینی که ابا عبدالله الحسین فرمودن الناس عبید الدنیا فقط مال اون دوره نبوده ها، الان هم همینطوره. بسیاری از مردم دلداده دنیا هستن. نفس اگر با نفس اومدی جلو همراهی میکنن. این یکی از اون مسائلیه که جریان طاغوت پیش میگیره. اما یکی دیگه از اون راههایی که من خیلی سریع عرض بکنم، یکی دیگه از اون راههایی که جریان طاغوت به کار میگیره برای اینکه به مطامع خودش برسه، باورسازی در جامعه بکنه، اینه که گاهی اوقات کلیدواژه‌هایی رو در کنار ارزش‌ها قرار میده برای اینکه اونها رو تبدیل کنه به یک ضد ارزش. این خیلی عجیبه، یک مغالطه خیلی عجیبه. مثلا شما وقتی حجاب رو میخواد صحبت کنه میگه حجاب اجباری، یک کلیدواژه اجباری میذاره کنارش. تا شد که حجاب اجباری خود به خود جامعه موضع میگیره، میگه من برای چی باید اجبارن هو. اصلا اینطور نبود. یعنی با به کار بردن یک کلیدواژه
یک ارزش اصیل رو از ارزش بودن میندازه تبدیل به ضد ارزش میکنه. اون موقع شروع میکنن در مقابل اون آقا حجاب محدودیت است. ببینید شروع میکنن این نوع یک ارزش رو تفسیر کردن، ارائه کردن به جامعه شروع میکنن در مقابل اونها موضع گرفتن. این در حالیه که ما وقتی نگاه میکنیم قرآن وقتی داره در مورد حجاب، مثلا من همین نمونه حجاب رو بگم، قرآن وقتی داره در موردش صحبت میکنه، قرآن فهمید که این حجاب اولا به شما بگم یک ارزشه که برای حفظ حریم خودش، تو ای خانم داره به کار برده میشه، ای زن تو رو داره محافظت میکنه. قرآن چی فرمود؟ کسی برای خود تو. قرآن فرمود یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. به این زنانت بگو، به زنان مؤمنین بگو که اینها به تعبیری پوشش خودشون رو کامل بکنن، که حالا من این توضیح داره بگم یدنین علیهن من جلابیبهن، یعنی به تعبیری این یکی از مستندهاییه که فقهای ما برای اینکه چادر یک حجاب اصیله از همین آیه استفاده میکنن. جلباب یعنی اون چادر سر تا سری، بگو اینها اینطوری پوشش داشته باشن. برای چی؟ بعد قرآن فرمود ذالک ادنا ایعرفن فلا یؤذین. این بهتره که شناخته نشن. بعضی قلب‌های ناسالم اینها رو اذیت میکنه. ما میخوایم خود اینها در امان باشن، که امروز نمونه‌های این اذیت و آزارها رو در سبک زندگی غرب خیلی راحت داریم مشاهده میکنیم. دست شما درد نکنه، ممنونم. از خدا باید بخوام که توی این بحبوحه تبلیغات، توی این بحبوحه گاهی از اوقات غبار تبلیغاتی که دشمن برای ما ایجاد میکنه، برای اینکه اذهان عمومی رو از سمت حق به سمت باطل متوجه بکنه، ما بتونیم راه درست رو تشخیص بدیم، ما بتونیم درست عمل بکنیم، تشخیص درست بدیم و راه صحیح رو پیش بگیریم که انشالله عاقبت به خیر باشیم. حاج آقا خیلی ممنونم از حضرت عالی. از شما بینندگان عزیزم خیلی ممنون و سپاسگزارم به واسطه همراهیتون در این شبها و روزهایی که ما مشرف هستیم به حرم امامین عسکریین نایب و زیاره شما هستیم و به یاد شما هستیم. الهی که خدا روزیتون کنه، به عتبات تشریف بیارید و مشرف بشید به زیارت سامرا انشاءالله. تا سلامی و ثنای دیگر بدرود و خدا نگهدار.